ترند ترین آرایش امسال به روش هیلی بیبر. آبرسان، پرایمر، کانتور و کانسیلرتون میزنی و خوب سر جاشون بلند میکنی. بعد از کرم پودرت پشت دستت میریزی، با آبرسانت مخلوط میکنی و اسفنجتو میزنی داخلش و بعد روی پوستت تپ تپ میزنی. ابروهاتو مرتب میکنی و یک رژگونه رنگ نود به گونه هات میزنی. از کانتور چربت پشت چشت بزن و بعد یک شاین خیلی ملایم به جلوی چشت بزن. از یک رنگ قهوه‌ای واسه گوشه چشت استفاده کن و همونو به پایین پلکت هم بزن. بعدش خوب ریمل بزن و پودر فیکس. یه مداد لب قهوه‌ای بردار و دور لبتو خط بکش، وسطشو یه رژ نود بزن و با دستت فید کن. از کانتورت بردار و به بالای لبت بزن. روشم یه برق لب بزن و این جذاب ترین و ترند ترین آرایش امساله.